سلام و درود با تمام تماشابینان منوچهر کوهستانی. من امروز در فرانسه هستم، در مرکز فرانسه. نام این شهر پاریس است و اینه که شما میبینید این برج ایفل است. دوستان عزیز، برای شما خوب بگویم که این نفر که حاضر در پیش کامرای ما آمد نمیدونست که کامرای ما دارد ما را بگیم که نوار برداری میکند، اما مشکل نیست. در اینجا انسان ها خیلی زیاد هستند و از این چیز نباید تأسف خورد که ما نمیتوانیم فقط من را تماشا کنیم یا اینکه شما نمیتوانید. این یگان مشکلی خاصی نیست، چون که در فرانسه خیلی انسان ها زیاد هستند، از آن جمله در پاریس، در این مرکزی که من قرار دارم، در اینجایی که من قرار دارم، هر روزه هزارها آدم اینجا را میآیند، میبینند و زیارت این برج بزرگ را میکنند. در حقیقت نباید گفت که این یک چیزی خاصی هست. من فکر نمیکنم که این یک چیزی خاصی هست و برای مردم شاید که خاص باشد، اما برای من نه. ما را میتوانستیم در کشور خود چنین جایهایی داشته باشیم و چنین کارهایی بکنیم. اگر که انسانهایی که میخواهند تاجیکستان پیشرفت بکند، باید که برای نفرانی که تاجیکستان را میخواهند تماشا بکنند راههای آسان کرده شود، از آن جمله طربخانه ها و هتل و دیگر چیزها، تا اینکه برای مردم آسان بشود، برای خارجیان آسان بشود بیایم به کشور ما و این هم میتواند به اقتصاد ما و شما پولی درآمد هنگفت بیارد. خوب دوستان از گرامی، درباره این برج زیاد صحبت نمی کنم، چون که این یک برج هست که شما بیشترتون این را میدانید و بیشترتون شاید درباره این شنیدید، اما چون که شما میبینید در اینجا فرانسوی ها خود کم هستند. خب برای فرانسوی ها اینقدر چیزی خاصی نیست در اینجا بودن و برای من هم قدر خاص نبود. بار اول از راستی به فرانسه از آن جمله و پاریس می آیم و چیزی خاصی در حقیقت در اینجا ندیدم، اما شاید میگن که نام کلان و شهر ویران همینطوری هست دوستای عزیز در حقیقت. خب دیگر زیاد در این باره صحبت نمی کنم، چون که میگن که گپی زیاد خرابار، اما در حقیقت باید گفت که امروز در مرکز فرانسه در پاریس بسیاری از انسان‌هایی هستند که فقط به خاطر دیدن این برج بزرگ میآیند. اما من خودم تأسف هم نمیخورم که اینجا آمدم، چون که هر یک نفری که امروز در دنیای معاصر هست، در دنیای ما و شما هست، میخواهد که تماشا بکند و ببیند جایهایی که برای او خیلی مهم هستند. خب برای کسی شاید مهم باشد، اما برای من اونقدر مهم نبود. برای من یک متر خاک تاجیکستان و یک باد هوای تاجیکستان خوبتر و بیشتر و مزه زیادتر دارد از این برج ها و از این خانه های کلانی که در تمام دنیا ساختند. خب دوستان عزیز، باید گفت که امروز ما سفر داشتیم به فرانسه و سفر ما اونقدر به خوبی به انجام نرسید، چون که ماشین ما خراب شد، ماشین ما شکست. اما انشالله باوری داریم که در آینده باز هم به اینجا سفر بکنیم و برای مردم تفصیلات بیشتری در این باره ها بگیم که دسترس نماییم. خب دوستان عزیز، من کمی دارم از کامera مسافه میگیرم و این مسافه گیری هم به خاطر این هست که شما بیشتر بتوانید این چیزها را ببینید. و چی گفتنی هستم دوستای عزیز؟ در حقیقت باید که سخنرانی زیاده میکردم، صحبت های زیاده میکردم، اما وقتی که ماشین خراب شد کمک بگیم که عصبامو خراب شد. اما نباید گفت که ما باید ناراحت بشیم که خب ماشینی ما شکست است. بعدیش نمی است دوستای عزیز که روز شنبه است و فردا هم در اینجا هیچ کار نمیکنه. خب یک دو روز دیگه شاید در پاریس بمانیم و وقتی که ما در پاریس بمانیم برای ما خیلی جالب خواهد بود که روزهایی که ما در پاریس هستیم چطور خواهند گذشت. باز هم تشکر میگم به همه دوستانی که نوارهای من تماشا میکنند، تشکر میگم به همه نفرانی که در کانال من آبونه هستند، چون که من خواهش میکنم از دوستانی که در کانال من آبونه هستند بیاین دوستان عزیز بی‌طرف نباشین و همین نوارها را به دوستان و خویشاوندان خود روان بکنید تا اینکه ما بتوانیم خبرهای خوب و تازه و جالب را برای شما بینندگان عزیز و دوستان و نزدیکان شما پیشکش نماییم. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.